اما شیوه نمونه‌گیری و حجم نمونه. شیوه نمونه‌گیری یعنی اون بخش کوچیک از جامعه از نظر ویژگی‌های مد نظر بررسی شده و نتایج اون به کل جامعه تعمیم داده میشه. خب بیان شیوه نمونه‌گیری مانند احتمالی یا غیر احتمالی. احتمالی ها مثل این که مثلا تصادفی باشه، تصادفی ساده منظمه. غیر احتمالی مثل چه میگن در دسترس باشه، آسان باشه، هدفمند باشه، نمیدونم روش گلوله برفی باشه. اینا هر کدوم متفاوته و مدل های دیگه هم وجود داره، مثلا خوشه‌ای، طبقاتی، این که چجوری اون جامعه رو میخوای شیوه نمونه گیریت مشخص باشه، به چه صورت انتخاب کرد. خب الان تو این مثال به این صورت که قطعا در دسترس بوده دیگه، غیر احتمالی در دسترس بوده. این افراد نیومده مثلا بره بگرده آدمای زیر 23 سال توی مثلا حوزه خاصی یا طبقه خاصی یا ویژگی دیگه خیلی خاص داری که اینقدر راحت نشه بهش دسترسی پیدا کرده، انتخاب کرده باشه. پس خیلی مهمه که شما شیوه نمونه‌گیریتون بر مبنای موضوع و تعمیم پذیری و امکان پذیری اون باشه. یعنی شما باید ببینید کدوم یکی از اینا کمک میکنه اولا به هدف اصلی که حالا میخوای انجام بدی توی کارت، خیلی خوب اون رو بررسی میکنه از همه ابعاد و نتایجش بهتر میتونه تعمیم بده به کل جامعه بدن. و اینکه قابل امکان پذیریش هم برای خودت باشه. حالا این مسئله رو توضیح میدم. من بعد فهمیدم که آقا این فردی که داره اون تستا رو انجام میده کلی هزینه کرده. یعنی شما فرض کن یک مکمل ورزشی رو، اسمش هم چی بود خدایا، یعنی من که خودم چندین سال ورزش میکنم، باشگاه میرفتم مرتب، اسم اون رو اصلا استفاده نمیکنم. یه همچین مکملی رو میخواست استفاده بکنه، یعنی تستش رو میخواست ببینه. گفت نزدیک 20 میلیون فقط من پول مکمل دادم برای این بچه‌هایی که خب قرار است انجام بدن، بهشون بدیم مصرف بکنن. و بعد اون شب اونا میخواستن تست خون هم بدن، یعنی شما فرض کن اون هزینه‌های جداگونه هم بود، حتما قبل اول این کار و آخر این کار دوباره بعد حتما انجام میشده و کلی هزینه‌های دیگه شما در نظر داشته باش که همینطوری مسائل وجود داشته. یعنی قابلیت امکان پذیری هم از این جهت داشته باشه، هم از نظر اگه هزینه‌ای هست. یا مثلا یه دوست دیگه من اتفاقا این رشتهش آزمایشگاهی بود، طوری بود که آقای دانشگاه هم که خب کمک نمیکنه، استادش هم که خب اونطوری که ما فهمیدیم پولی قرار نبود بهش بده، یا اگرم بود خیلی خیلی کم بود اگه پیگیری می‌کردن دانشگاه مبلغی بده، که اونم من یادم نمیاد که از کسی بازم پول گرفته باشه این هزینه‌هایی که خرج کرد. بعد این برای کار خودش که کار آزمایشگاهی بود، روی موشا آزمایش می‌کرد، اینا دم و دستگاه باید می‌خرید، خیلی تجهیزات خفن بایستی تهیه می‌کرد که خیلی هم گرون قیمت بود. یعنی من هر موقع اینو می‌دیدم میگفت آقا راحت مثلا 10 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون هر سری وسایل رو تهیه می‌کرد می‌خرید و به این صورت کلی هزینه داشته بود از نظر انجام دادن و اینا رو شما باید در نظر بگیرید دیگه توی شیوه انجام کارتون. اینجور مسائل کلا بحث روش تحقیق توی پروپوزال باید خیلی وقت بذارید و عجله نکنید. تا جایی که میشه ببینید آقا این چشم انداز آینده رو ببینید که قرار است توی پایان نامه بعد اینا رو باید انجام بدید و از شما انتظار دارن. دیگه اون موقع نمیتونی بیای بگی که نمیشه و نمیشه الان عوضش کنیم. این همشون شما آقا این فرصت رو طی کردی دیگه، داور خونده، نظر داده دیگه، استاد راهنما مشاور تایید شده، اصلا این مسئله خیلی سخته، این گرفتاری داره بعدم بخوای تغییر بدی. بعد در مورد حجم نمونه‌ام، خب میتونه حالا بنا به موضوعی که دارید کار میکنی یا رشته‌ای که هستید فرق داشته باشه این مسائل. خب اما حتما اون فرمولی که استفاده کردید که نشون بده این تعداد حجم نمونه رو بر این اساس ما انتخاب کردیم، مثلا 200 نفر، 300 نفر، اگه به این صورت دارید روی افراد کار میکنید. اگه بحثتون میگم مهندسی که اصلا این مباحث چنان برای شما مطرح نیست، اصلا دیگه جامعه نمونه افراد اینجور چیزا ندارید شما، بیشتر با نرم افزار، نمیدونم مدل سازی، شبیه سازی، اینجا فرق داره. اما توی کارهایی که ما با افراد سر کار داریم خب اینا رو باید بیان کنیم و حداقل یک رفرنس بیارید برای اون فرمولی که دارید استفاده میکنید، رفرنس بدید بهش، بر این اساس اون رو انتخاب کردید و این حجم نمونه مشخص شده. بهتر از حجم نمونه بر مبنای هدف نهایی مطالعه و ماهیت متغیرها انتخاب بشه. آره.
هدف نهاییتون ببینید چیه، نوع مطالعاتون میتونه تاثیرگذار باشه و ماهیت متغیرها. گاهی اوقات رابطه مثلا علت معلولی متغیرها هست یا چند تا رابطه بین متغیرها هست که شما بایستی حجم نمونه خاصی که اونم به خاطر اینه که شما یک روش خاصی رو بایستی استفاده بکنی، حجم نمونه حالا بایستی بیشتر باشه، کمتر باشه یا فرق داشته باشه، یا نه شیوه خاصی، یک فرمول خاصی استفاده بشه، میتونه تاثیرگذار باشه. و همونطور که بهتون گفتم الگو برداری میکنید از مطالعات بردار، اصلا خجالت نکشید درخواست بکنید از استادتون توی این مباحث. اتفاقا خیلی اون با خب دیگه بنابر تجربه‌ای که داره دیگه، شما شاید نهایتا اولین کار یا دومین کاری باشه که دارید انجام میدید. پایان نامه که اگه مگه اینکه دکترا باشید که یک بار تجربه دارید، خب راحت تر است براتون. ولی اگه ارشد هستید تقریبا میشه گفت اولین کار پایان نامه‌ای هست که دارید انجام میدید. و اون استاد راهنماتون، مشاورتون، خب تجربه زیادی داره دیگه تو این زمینه، بهتر از شما حداقل. با اینکه هر چقدر شما خونده باشید و دیده باشید، بازم میتونه نظر اون رو بپرسید و تایید رو بگیرید که دیگه خیالتون راحت باشه این شیوهی که میخواد انجام بدید قابل انجام هست.